از الف آغاز کردم من الف بارو ورق گردانمودم 16 جلدی اوستارو هی تعبیر کردم ویرد آیاتی مجلا رو روایت های موسی رو و تاریخی مسیح رو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو گه جستم فی محزنهای درینی خراسانش گه از واژه‌نامه‌های سوخت و عهدی ساسانش گه از لابلای دفتری خاورچین آسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش شکفتم با شکفتنهای ایامی گلی خورد فشردم از محبت پنجه‌ای سبزی سفیدارش گیاهی معرفت میخورد نقشیری فداکارش سخن می‌لرزید از هیبت که تو باشد سزاوارش که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش که گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش در آنجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون فرازی سرگهی خینگا بلازوری زموردگون میشمم کردم مرده از هیاهوی خیرت برون کی روحش آب را با روشنایی میکند افزون و روحش می شود نارک و روحش می شود روح کی روحش آب را با روشنایی می کند افزون و روحش می شود نارک و روحش می شود روح بله وخیا چونین یک انتخابی خاکی یزدان است بله وخیا چونین یک سرزمینی راد بردان است که هر برجی
مبایی آدم نیست پس مبایی انسان است کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است اگر مبایی آدم نیست پس مبایی انسان است کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است کی وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است